به دختران عزیزم، خانم‌های حاضر در جلسه عرض میکنم توجه بدید. کسانی رو که در پیرامون شما هستند که مسئله حجاب رو یک مسئله دینی و اسلامی و زهرایی و زینبی بدونن. به همه سفارش میکنم که انس با قرآن رو فراموش نکنید. بارها گفتم قرآن رو هر روز بخونید، ولو نیم صفحه از هر جای قرآن رو باز کنید، نیم صفحه قرآن بخونید، یک صفحه قرآن بخونید، هرچی که رغبت و میل دارید انجام بدید. ارتباطتون با معنویات رو حفظ کنید. جوان ما در این روزگار پر مسئله اون وقتی میتوانه به معنای واقعی کلمه مرگ بر آمریکا بگه که از لحاظ درونی، از لحاظ دینی، از لحاظ اعتقاد و اتکاء به خدای متعال و قدرت الهی قوی باشه. اون جوانی میتوانه در مقابل سطوت و قدرت و تشر فرعونهای زمان بایسته که دلش با خدا باشه، با خدا مرتبط باشه.